سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به نهمین جلسه از سری آموزش‌های رایگان کانال تریدر افیکس. امیدوارم تا اینجای کار کل ویدیوها رو از اول تا آخرش دیده باشین و خیلی خوب تمرین کرده باشین و مثل سری قبلم میگم هر کجاش که سوال داشتین برام تو همون پست یا حالا پست‌های دیگه که بگین فقط کدوم فیلمه و سوالتون رو بپرسین و من براتون جواب میدم حتما. و امروز دیگه میخوایم دیگه یکم پیشرفته تر شیم و این جلسه هم تموم بشه میشه گفت که دیگه میتونیم یواش یواش بریم سراغ روش اصلی. اما اینو من بگم که این چیزایی که تا الان گفتم خیلی خلاصه بوده و صرفاً آموزش‌های پیشرفته طور بوده که برای اون کسایی که به اصطلاح بازار رو یکم بلدن و میخوان خیلی پیشرفته تر باشن این رو یعنی این ویدیوها رو باید ببینن. بحث امروز ما در مورد لگ هستش. لگ همان موج هاست، یعنی موج یک که میشه لگ یک و موج دو میشه لگ دو. ما با اینا چی رو میخواییم بفهمیم؟ ما در واقع با اینا میتونیم نقاط برگشتی بازار رو پیدا کنیم. تو تایم 5 دقیقه از این کف تا این سقف یک گام حرکتی بوده و یک روند بوده، یک گام بوده. حالا اینجا به اصطلاح اینو اگر ما بیایم از اینجا بذاریم، ببینم فقط درست کشیدمش، اینو از این کف تا این سقف میذاریم. اینو ما میایم اینجا، دقت کنید، ببینم یک بار دیگه چکش کنم، این باید با این درست یکی باشه. خب ما این گام رو داریم، یعنی یک گام حرکت کرده قیمت. میخوایم ببینیم نقطه برگشتش کجاست. ما میایم این گامی که کشیدیم و میذاریم از اول جایی که اصلاح داده تا سقف. ببینید از اینجا قیمت ریخته، دقت کردید؟ با این گام ها خیلی خوشگل میتونیم مثلا یک مثال دیگه بزنم. خب اینجا یک گام، یک لگ به اصطلاح تا اینجا، اینو میایم میذاریم از این شادو و وقتی که قیمت بهش میرسه اینجا بازگشت قیمت یا به اصطلاح اصلاح قیمت رو داریم. این یه مدلش بود که من از این استفاده نمی کنم و بذارین یه مثال خوبم براتون بزنم که بد دیده نشه. ببینید تو جاهای تریدینگ رنج خیلی اینجور چیزا بیشتر قابل لمسه. مثلا یک گام داریم از اینجا تا اینجا، گام دومش میفته از اینجا تا اینجا. وقتی گام دوم رو میزنه، خب ما اینجا کف رو داریم که یک کف تریدینگ رنج و سشن آسیا هم اونجا بوده. این میاد این کف رو یک شادوی میزنه، نقدینگی جمع میکنه و حرکت میکنه رو به بالا. یعنی با اینها میتونیم در واقع اون نقاط برگشت رو، ببینید این یک گام پیدا کنیم. اینم از اینجا تا اینجا که گامش میفته دقیقا اینجا که میبینید اینجا وقتی گام یعنی به این قیمت برخورد کرده این ریزش رو داشته. این تایم 5 دقیقه هستش، این ریزش تو 1 دقیقه خیلی زیاده، به این کمش دقت نکنید. حالا یک لگ دیگه، یعنی یک مدل دیگه. خب ببینید، بذارید اینطوری مثال بزنم. خب یک مدل دیگه خیلی دقت کنید، اینطوری که ما میایم، ببین این خودش، ببینید اینجا یک لحظه. خب دوستان ببینید من این چیزهایی که دارم بهتون یاد میدم همشون باید در کنار هم باشن که برای یک ترید موفق شما باید همه اینا رو بدونید
بعد اون تایمای سشنی که براتون مشخص کردم رو باید یک سشن رو انتخاب بکنید، بعد نوع ترید در اون سشن رو انتخاب بکنید و برید بک تست بگیرید از اون نوعی که میخواین تو اون نوع یعنی یک سشن ترید بکنید. اینا رو خیلی جدی بگیرید. اگر یعنی یک کدوم از این کارا نقض بشه اصلا امکان نداره به سود برسید. من اینو اصلا چطور بگم، هرچی که میخواین میدم، ولی رو حرفم هستم که اگر این 3 تا این 4 تا رعایت نشه، یعنی یک روش خوب در یک سشن و در یک تایم مشخصی از اون سشن، این 3 تا نشه امکان نداره شما موفق باشید. بریم سراغ آموزش. ببینید این یه گام کوچولوه، این خودش یه گامه، یعنی یه گام حرکتی اسپاک. این خودش یه گامه. حالا من اینا رو پاک کنم. ما اینجای مارکتیم، این ریزشو داریم دیگه. من اصلا نمیگم خلاف جهت بزنید، صرفا دیدگاهه. ببینید از اینجا تا اینجا چی بوده؟ از این شادو تا اینجا این چی بوده؟ این در واقع یک لی بوده پرقدرت از شادوش تا اونجایی که دیگه در واقع 2 تا کندل خلاف زده و دونستیم که اینجا اصلاحه. خب حالا من میام چیکار میکنم؟ یه مدلش بود که اینو میایم از رو اصلاح، یعنی اونجایی که اصلاح داده میذاریم تا لگ دوم اینجا پیدا کنیم. اما یه مدل دیگه هم هست که اینو خب یک لحظه میام کپی میکنم میذارم زیرش، اینطوری زیر این کادر. من این مدل رو بیشتر کار میکنم. حالا ناحیه‌ای که به من اینجا میده اینجاست. واکنش به ناحیه رو دقت کنید. پس یک مدلش اینطوری شد که اینطوری بازم یک. خب یه مدلش شد که ما میایم این گام رو انتخاب میکنیم، بعد از اونجایی که آخرین اصلاح رو داده همین رو میذاریم و میخوایم ببینیم که تا کجا میره. ولی قسمت دوم ما یک گام رو مشخص میکنیم و اندازه همون گام رو از اونجایی که کفش بوده میریم بالا یا پایین، حالا هر کجا که بوده. من به شخص خودم این رو بیشتر ترید میکنم تا این رو ترید نمی کنم، ولی اینم درسته. یعنی خیلی هستن که با این میتونن ترید کنن، اصلا چیز اشتباهی تو بازار نداریم. حالا یه سری هستن که اونا خیلی جدا، ولی این چیزی که الان میبینید که من در آیندهم نوع روشم رو بهتون، یعنی نوع ورودم رو بهتون یاد میدم، خیلی بیشتر جوابگوه تا این برای من البته. خب حالا اینا رو پاک کنم برم چند تا براتون مثال بزنم دوباره. ببینید الان اینجا رو بخوام این چارت هایی که من دارم میارم اصلا نگاهشون نکردم که بگم مثلا رفتم در آوردم این بوده. بعد بیشترین حرکت گامی هم 3 تاست. الان ببینید اینجا. بعد الان یه عده هم میتونم بیان بگن که خب بر فرض مثال دارم میزنم، اینجا ما یک گام رو داریم، الان انتظار داریم که این گام یه گام دیگه زیرش بزنه، درسته؟ اینجا بزنه و این چرا نزده و اومده اینجا؟ مثلا اگه اینجا ترید میکردیم استاپ زده. ببینید هیچ چیز قاطعی تو بازار نیست و شما باید خیلی چیزا رو دقت کنید و تنها صرفا با این نکته نمیشه ترید کرد. فقط میدونید در واقع اینا تاییدیه هستن برای ترید، چون بر فرض مثال این از اینجا تا اینجا یه گامه، اینجا بخوای سل بگیری درسته میشه سل زد، ولی
مثلا بگیم سل زدیم از اینجا بیاد این نقدینگی ها رو بزنه و بیاد پایین گپ رو پر کنه و فلان. ولی این خیلی به چیزا بستگی خیلی چیزا بستگی داره. اینکه بازار در این سشن چی بوده، جنگ بوده نبوده، خبر داشتیم نداشتیم، این روند صعودی اصلا این نزول به این نمیخوره، این در واقع رسیده به کف و ما باید بایشو بگیریم تا سل. حالا کلی گفتم که فقط یاد بگیرین. ببینید الان صرفا با یک نکته چیز نشید. ببینید این یکیش این گام. خب حالا من اینو میام کنترل رو بگیرید روی این سلکت باشه بذاریم بالاش اینجا یک گام حرکتی بود میفته اینجا. واکنش ها رو بهش ببینید 1 2 و ریزش. حالا این یک گام حرکتی بوده. خب چرا تا شادوش نمیگیرم؟ چون که گفتم اونجایی که حجم بازار زیاده اینو میای میذاری اینجا. حالا یک کوچولو بهش نرسیده ولی قبل شرکت کرده. ولی خب خیلی هم هستن که اینو میان اینطوری میذارن تا شادو و اینو از اینجا میذارن بازم نرفته. اونجایی هم که قیمت فاصلش خیلی دیگه زیاده تا نصفش خیلی جوابگوه. حالا اینجا دوباره میذارین میگین مثلا اینجا میذاریم خودمو دارم میگم مثلا فلانی گفت که این اینطوری شد اینو بذار زیرش و وقتی به این رسید ترید و اینجا نمیرسه میره بالا. اوکی. چرا؟ چون که روند صعودیه. اگرم روند صعودی نباشه فوقش یه استاپ بردی. حالا من نمیگم اینو حتما ترید کنید، صرفا دارم مثال میزنم براتون. حالا این یک لگ صعوده تا اینجا، این رو تا این سقف بذاریم این میاد اینطوری بریکش میکنه و برمیگرد. گفتم که 80% شکست ها برمیگردن. این نوع کندل بهشون میگن اگزاسیون گپ، یعنی کندل خستگی، یعنی دیگه آخرین قدرت بایرها بوده این شکست. خیلی ها اینجا میگن ای والله شکست بای بگیریم و فلان، ولی نه، این کندل با این کندل اگزاسیون گپه و قیمت برمیگرده تا کجا؟ تا اون اولین جایی که به اصطلاح این باکس رو ما کشیدیم و الی آخر. یک مثال دیگه هم بزنم و این جلسه تمام بشه. خب یک مثال دیگه نزول. ببینید وقتی که ما میگیم اینطوری شد این الان یک نزوله. خب تا آخرین جایی که حجم تمام شده ما اینو میایم میذاریم اینجا رو بهمون میده و از اینجا قیمت برمیگرده. این خودش یک عامله، یعنی وقتی که میخوایم برفرض مثال اینجا ترید کنیم این کندله میشه گپ خستگی. حالا بعداً توضیح میدم. و این یک دلیله. لگ دومشه، اینم یک دلیله. حالا بعد کف یه فلان جایی هم بوده یک دلیل. این کندل پرقدرته مثلا اینم یک دلیل. بعد بای میگیریم ما. البته اینجا تایم آسیا هم هست، من تو این تایم اصلا ترید نمی کنم، من فقط تو تایم آمریکا و اونم آخر شب ترید میکنم. و برفرض مثال این یک لگ بوده، یک اصلاح، این خط روند که بعداً توضیح میدم، وقتی شکست بهش پولبک میزنه و میریزه. حالا اینا رو همشو توضیح میدم بهتون، صرفا این لگ ها رو خیلی روشون تمرین کنید. تا اینجا به نظرم کافیه. کلا فیلم ها رو ببینید، اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت و سابسکرایب هم که دیگه طبق معمول یادتون نره. و تا آموزش های بعدی همینا رو تمرین کنید، خیلی تمرین کنید واقعا.
جز تمرین و تجربه به نظرم چیزی نداریم بازه. بعد دیگه همین، تا جلسه بعدی فعلا خداحافظ.